به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام زبان آموزان ارجمند. درس 26 است از سلسله درس های انگلیسی برای نوآموزان. الفبای زبان انگلیسی حرف Y. یات. این به زبان به لهجه امریکایی یات می شود، لیکن به لهجه بریتانیایی یات می شود. یات و یات حرف سی و اچ تلفظ کرده نمی شوند یا خوانده نمی شوند. یات یخته. البته یخته از کلمه روسی گرفته شده است، یعنی در زبان روسی این را یخته میگویند. یخته یک نوع کشتی بادی یا بخاری. اینجوری در رسم میبینیم یک نمود کشتی، میتونیم که کشتی گوییم ما به زبان تاجیکی، لیکن نام این یخته است. خب یلو زرد، رنگ زرد. یوک ل نوشته شده است، لیکن یوک تلفظ کرده می شود. خب خیلی گفتیم یوک یعنی ل تلفظ نمی شود، یک کمی شبیه به حرف و است، یعنی یوک زردی تخمی مرغ را یوک میگویند. یویو یک نوع اسباب بازی بچگانه، یعنی یک نوع بازیچه گوینده، یک نوع بازیچه. یویو یک نوع بازیچه. خب این بود درس 26. تا درس های نوبتی. خدا حافظ.